سینا محض رضای خدا شد یه دفعه ما رو ببری یه جای آروم. باز چی گفتی به این ساعت؟ بابا تقصیر من چیه؟ بهش گفتم یه منطقه تاریخی که هم اسم خودمه رو بهم نشون بده. گرفتم. الان وسط صحرای سینا تو مصریم. فکر کنم جنگ مصر و اسرائیله. بذار الان درستش میکنم. ایوا چی شد؟ کجاییم الان؟ هیچی، به ساعت گفتم بیارتمون یه صحنه تاریخی که یکی همنام شما توش باشه. چرا همچین شد؟ مگه اسم شما کمال نیست؟ این نفرین آمون بر تو. بابا اسم من تو شناسنامه یوسفه. زودتر ساعتو برگردون تا پوتیفار نیومده کرک و پرمونو به باد بده. چه خبر شده؟ متفقین کامل اشغالت کردن. ها؟ منو؟ همون شهرهای همه اسم تو. یعنی چی؟ اینجوری نمیشه. باز بریم عقب. بالاخره انتقامم از این اسرائیل میگیرم. این کیه؟ جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر. قربان بهتر نیست کینه‌هاتون رو دور بریزین؟ اشرف تو مثلا داماد منی، مگه من از اسرائیل کینه شخصی دارم؟ نداری؟ واقعا که البته حقم داری. تو جوونی، لابد یادت نیست که سال 1948 یه مش یهودی صهیونیست وحشیانه حمله کردن و فلسطین رو گرفتن. چرا بابا یادمه، ولی خب مصر رو که نگرفتن. اگه زورشون میرسید میگرفتن. یادم همون موقع ما و سوریه و اردن و چند تا کشور عربی دیگه برای دفاع از فلسطین رفتیم، ولی به خاطر فرماندهی غلط شکست خوردیم. آره چون حمله یه دست نبود. حالا یه نقشه دیگه دارم براشون. قراره بهشون حمله کنیم؟ نه خیر، صبر کن میفهمی. ما رو با طبق دستورتون با شوروی متحد شدیم و کلی تانک و هواپیمای جنگنده و بمب افکن خریدیم. حالا وقتشه. اشرف جمع کن بریم اسکندریه. آقایون داداشا، اینجی که میبینین واسماس، یعنی کلش ماسماس، تازه کانال سوئز ماسماس. در نتیجه من از امروز که 26 ژولای 1956 کانال سوئز رو ملی اعلام میکنم. چی گفت؟ یعنی ناصر لوله های نفت و مسیر رفت آمد آبی کانال سوئز که مال مصر بود به روی اسرائیل و انگلیس و فرانسه بست. آها، اونم همون جنگی که توش گیر کرده بودیم و راه انداختن. آفرین. بعدم فرانسه و انگلیس کل دارایی‌های مصر رو تو بانکاشون بلوکه کردن و با فرماندهی موشه‌دایان اسرائیلی حمله کردن و کل شهرهای سینا تو مصر و یه عالمه زمین دیگه تو فلسطین رو گرفتن. ولی مصر که کلی تجهیزات از شوروی خریده و تدارک دیده بود، چطوری شکست خورد؟ به میبینم که کم کم داری شبیه مورخا فکر میکنی. فقط صبر نداری. صبر کن میفهمی. حمله کنی. کار مصر دیگه فکر کنم تموم شد. داره؟ نه دیگه، این بار بولگارین رئیس جمهور شوروی که متحد مصر بود اومد وسط. بیا وسط. گلبرگی بلند گل توی باغچه. البته نه این وسط. آنجانم چی؟ بونجور، بندق سعید و بندق فؤادم گرفتیم. همینطوری پیش بره کل مصر رو میگیریم. ولی ظاهراً باید غلاف کنیم. شوروی خیلی جدیه. بولگارین نوشته اگه ادامه بدین با موشکای اتمی لندن و پاریس رو میزانه. ای وای. خاک بر سرت. به خودت ترسیدی؟ پس این بار آزادم کردن. آره مجبور شدن عقب نشینی کنن، ولی بار سوم دیگه اینجوری نبود. بار سوم؟ بله، سال 1967 دوباره ناصر برای حمله به اسرائیل برنامه ریخت، ولی قبل از بلند شدن جنگنده‌های مصری از طرف اسرائیل بمبارون شدن و شکست خوردن. بازم؟ آها فهمیدم، جاسوس. حتما یه جاسوس خبرشو به اسرائیل داده. آفرین پسر، سینا تو بعضی موقع من شگفت زده میکنی ها. اصلا از تو بعیده. چکریم. پدر جان چی کار داری میکنی؟ استعفامو مینویسم. من آبروی مصر رو بردم. ولی شما رئیس جمهور محبوب و مردمی هستین. از وقتی خبر استعفاتون پخش شده مردم همه چه تو حمایت ازتون تجمیع کردن. اشرف دلم براتون قش رفت. امر بفرمایید. من که نگفتی تا 3 نشه بازی نشه. پس چرا این جنگو باختی؟ گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. فعلا به نظرم بیخیال حمله بشی. بیا برو گم شو بینم. من اصلا نایی برای جنگیدن برام مونده. موشه فرشته.
موشه فرشته جواب بده. فرشته کیه؟ خیانت به دختر من؟ جانم فرشته، چه خبر؟ هیچی، برو حالشو ببر، دیگه خبری از حمله نیست. خوش خبر باشی کی بشه برات جبران کنه. خیانت به من و مملکت؟ جاسوس، بس علت تمام شکستمون تو بودی. اصلا تو شیطانی نفرشته قلبم. مردی پیری؟ این اشرف مروان یکی از جاسوسای بزرگ تاریخ اسرائیلیا. تو مصر کلی جاسوس و نفوذی داشته. آره، با این شکستای زایی تابلو بود. حالا بعدش چی شد؟ بعد از ناصر ژنرال انور سادات شد رئیس جمهور مصر. بازم رئیس جمهور نظامی؟ پس بازم جنگ دیگه؟ آره؟ نه، سادات مرد جنگ نبود. یا خودت ببین. اینجا کجاست؟ یه استراحتگاه تو آمریکا به اسم کمپ دیوید. اینا کیان حالا؟ انور سادات، کارتر آمریکایی، اون یکی هم بگی. من نمیدونم، شما بگین. میگم بگینه، رئیس جمهور اسرائیل. بگین. حالا چه خبره؟ چرا اینقدر پسر خاله شدن؟ انور سادات دید از راه جنگ نمیتونه کاری پیش ببره، رفت سراغ صلح. یعنی چی؟ سال 1978 انور سادات با آمریکا و اسرائیل پیمان کمپ دیوید رو امضا کرد. ببین انور جان، بیا و اسرائیل رو به رسمیت بشناس. ولی کشورهای عربی هیچ کدوم اسرائیل به رسمیت نمیشناسن. مردم چی میگن؟ بالاخره همیشه یه بار اولی هست. حواسش مام تمام صحرای سینا که دست ماست رو بهت پس میدیم. تو میشی مرد صلح جهان. باشه قبل تو. شنیدی سینا؟ حالا میدونی بعدیش چیه؟ این که بعد از این پیمان تابوی ارتباط نداشتن با اسرائیل شکسته شد. بقیه اعراب هم کم کم وعده دادن و جای پای اسرائیل تو منطقه حفظ شد. بعدش هیچکی چی نگفت؟ چرا؟ گروه جهاد اسلامی مصر به این حرکت اعتراض کرد و یه روحانی مصری از فتوای قتل انور سادات رو امضا کرد. من خالد اسلامبولیم. من فرعونو کشتم. آخیش دلم خنک شد. بالاخره یکی کاری کرد. کاش میشد بفهمیم فرعون بدتر بود یا انور سادات. الان میریم زمان فرعون. اینجا کجاست؟ سینا چی کار کردی؟ ببین چقدر طلا. ببین کجا آوردم. ایول چقدر پول. واسه دا چیه؟ سینا اشتها فرار کن. 17 سپتامبر 1978 انور سادات رئیس جمهور مصر به عنوان نخستین رهبر عرب پیمان صلح با رژیم اسرائیل را در نشست سه‌جانبه‌ای با حضور آمریکا پذیرفت. این پیمان که پس از شکست‌های متعدد مصر در چندین نبرد منعقد می‌شد، اعتراضات فراوانی میان مسلمانان مصری برانگیخت تا اینکه سرانجام خالد استانبولی مجاهد مصری 3 سال بعد در رژه 3 اکتبر 1981 در حین مراسم رژه انور را به هلاکت رساند.